سلام. وقتی به محل دفن زباله فکر می‌کنین، چی میاد تو ذهنتون؟ احتمالاً یه چاله بزرگ که زباله‌ها رو توش می‌ریزیم و خلاص. اما اگه بهتون بگم این تازه اول یه ماجرای مهندسی خیلی پیچیده است، چی؟ این مکان‌ها مثل یه موجود زنده‌اند که از روز اول کارشون تا ده‌ها سال بعد از اینکه بسته میشن به مراقبت دقیق و شبانه روزی احتیاج دارن. خب بریم سراغ همین سوال اصلی. وقتی یه محل دفن دیگه زباله قبول نمی‌کنه و رسما بسته میشه، یعنی کار تمومه؟ جواب یک کلمه است. نه، یه نه خیلی بزرگ. در واقع همونطور که قراره ببینیم این لحظه تازه شروع یه دوره خیلی طولانی و حیاتی از مراقبت و نظارته. خیلی خوب، حالا بیاین یه سرک بکشیم به قلب تپندش یه محل دفن، یعنی عملیات روزانش. این یه فرایند مهندسی شده و دقیقه که هر روز مثل ساعت تکرار میشه. هر روز توی یه محل دفن بهداشتی مدرن داستان از این 3 مرحله شروع میشه. اول کامیون‌ها زباله‌ها رو توی یه منطقه مشخص که بهش میگن سلول خالی میکنن. بعد ماشین‌های گول‌پیکر میان و زباله‌ها رو حسابی فشرده میکنن تا جای کمتری بگیرن. و اما مرحله حیاتی، آخر هر روز روی این لایه زباله رو با یه لایه خاک میپوشونن. شاید ساده به نظر بیاد، ولی این کار در واقع یه سپر دفاعی میسازه، سپری در برابر بو، حشرات و پخش شدن زباله‌ها با باد. ولی صبر کنین، داستان به همینجا ختم نمیشه. اداره کردن یه محل دفن فعال راستش یه چیزی تو مایه مدیریت یه فرودگاه کوچیکه. ترافیک کامیون‌ها باید کنترل بشه، هر باری که میاد باید دقیقاً ثبت بشه و سیستم‌های حیاتی مثل رگ‌های بدن، یعنی آستارهای کف و لوله‌های جمع‌آوری شیرابه و گاز باید دائم چک بشن. خب حالا میرسیم به اون لحظه حساس، وقتی که یه بخش یا حتی کل محل دفن دیگه جا نداره. اینجا دقیقاً همون جاییه که یکی از بزرگترین شاهکارهای مهندسی مدیریت پسماند اتفاق میفته، ساختن پوشش نهایی. هدف از این کار خیلی ساده و در عین حال فوق‌العاده مهمه. می‌خوایم یه مانع همیشگی بسازیم که نذاره آب بارون بره تو دل زباله‌ها و جلوی فرار گازها رو هم به هوا بگیره. این در واقع سپریه که برای نسل‌های آینده از محیط زیست محافظت می‌کنه. ببینین چقدر جالبه. این پوشش نهایی فقط یه لایه خاک نیست، یه سیستم پیچیده چند لایه است. از بالا به پایین یه لایه خاک داریم برای رشد گیاه، بعد لایه‌های محافظ و زهکش که آب بارون رو به بیرون هدایت میکنن و از همه مهمتر یه لایه نفوذناپذیر که معمولاً از پلاستیک خیلی مقاوم یا رس فشرده ساخته شده. دقیقاً مثل یه بارونی حرفه‌ای که مهندسا طراحیش کردن عمل میکنه. خب محل دفن بسته شد و روش هم مهر و موم شد. فکر میکنین قصه تموم شد؟ نه، همونطور که اولش گفتم اینجا تازه یه فصل کاملا جدید و خیلی طولانی شروع میشه. خب فکر می‌کنین دوره مراقبت بعد از بسته شدن چقدر طول می‌کشه؟ آماده این؟ 30 سال. بله درست شنیدین، 30 سال تموم. این یعنی یه تعهد خیلی بلند مدت و جدی برای محافظت از آینده محیط زیستمون. این 30 سال رو مثل یه نگهبانی 24 ساعته در نظر بگیرین. به این جدول یه نگاه بندازین. هر 6 ماه آب‌های زیرزمینی چک میشه تا مطمئن شیم یه قطره آلودگی هم نش نکرده. کنترل گازها یه کار همیشگیه تا گازهای گلخانه‌ای وارد هوا نشن و اون پوشش نهایی هم مرتب بازرسی میشه، چون یه ترک کوچولو میتونه کل سیستم رو به هم بریزه. این یه مراقبت دائمی برای سلامتی ما و محیط زیسته. خب حالا بیاین یه نگاهی به آینده بندازیم، به یه تولد دوباره. بعد از اینکه محل دفن کاملا تثبیت شد و دوره مراقبتش تموم شد، این زمین میتونه یه زندگی کاملا جدید رو شروع کنه. این تصویر خودش گویای همه چیزه. زمینی که یه روزی پر از ماشینالات سنگین زباله بود، حالا میتونه تبدیل بشه به یه پارک سرسبز، یه زمین گلف یا حتی یه مزرعه خورشیدی که برق تولید میکنه و به عنوان یه سرمایه به جامعه برمیگرده. یادتون باشه هیچ کدوم از این کارا شانسی نیست. از همون روز اول تا اون مراقبت 30 ساله همه چیز زیر چتر یه سری قوانین و استانداردهای خیلی دقیق و سفت و سخته. این تعریف دقیقاً اصل مطلب رو میگه. یه دفن بهداشتی مدرن، یه زباله‌دونی ساده نیست، یه فرایند کاملاً علمی و حساب شده است که هر مرحله‌اش بر اساس اصول مهندسی و محیط زیستی طراحی شده. این قوانین رو مثل ستون‌های یه ساختمون در نظر بگیرین که ایمنیشو تضمین میکنن. از انتخاب محل گرفته تا طراحی آسترها و نظارت بر آب، همه چیز قانون داره. ولی شاید مهمترین قانون این باشه، تضمین مالی. یعنی چی؟ یعنی شرکتی که محل دفن رو اداره میکنه باید از همون روز اول پول اون مراقبت 30 ساله رو کنار بذاره و ثابت کنه که این پول رو داره. اینجوری حتی اگه شرکت ورشکستن بشه، اون محل دفن هیچ وقت به امان خدا رها نمیشه. و در آخر همه حرف امروز ما توی این یه جمله خلاصه میشه. یک محل دفن یه پروژه است با یه مسئولیت تقریباً مادام العمر که نشون دهنده تعهد ما به آینده این سیاره است. و حالا یه سوال برای اینکه بهش فکر کنیم. با به وجود اومدن زباله‌های جدید مثل زباله‌های الکترونیکی و پلاستیک‌های پیچیده، فکر می‌کنین محل‌های دفن آینده با چه چالش‌هایی روبرو میشن و ما چطور باید براشون آماده باشیم؟ ممنون که همراه بودین.